خب دوستان، امروز گیربکس پورشه ماکان رو داریم. براشون می‌خوایم هم صافی‌هاشو عوض کنیم هم روغنشو. چند تا نکته وجود داره تو این گیربکس‌ها. گیربکس بخش دی سی تی و دابل کلاچ و ترانسفر کیس، این سه بخش رو می‌خوایم خب در ادامه کارتون رو باز کردیم براشون. دو تا صافی گیربکس داره، همونطور که گفته بودم بهتون. یه صافی بزرگ داره، این زیر ساعتی نصب میشه، و یه صافی گیربکس داره کوچیک. این نمونهش با تیگوان یکیه. خب از بزرگ شما که پریسه‌ای که داخل این گیربکس گرفته رو مشاهده کنید. دو تا مگنت داره، به شدت پریسه داره. در ادامه رسیدیم به تزریق روغن گیربکس و ترانسفر کیس و دبل کلاچ پورشه. روغن گیربکس پی‌دی‌کی‌مون از برند پتروناس استفاده کردیم که حتما باید تاییدیه جی 52 رو داشته باشه که این روغن داره، جی 52. و واسه ترانسفر کیسشون هم از الف، همشون دفترشو دار هستن، جنس اورجینال برای ترانسفر کیس، و برای دبل کلاچ و دیفرانسیلشون هم از برند خوب والوالین الیسترای براشون استفاده